تا خورده من چخیر میپزم نمیپزم شونای چی برای خودت پختم میگی نیچگانه برای همه یک پیر و کمپیر پختن خوراک دختری من زور می اومده کی ما کاری دولت муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. занак ханду тарда бовар кам кастум бурук манора мебинам ғам мегирам ҳар рӯз дар танат кастум бурук кор мерай миёй безор мешай занак мегум ами ҳар рӯз истироҳатӣ дорем ҳамрӯз биё ягонҷо тамошо бирем ягонҷо мерем я сайр гашт мекунем я ҳасабомона тоза мекунем бо ягонҷо ягон шашлика ягон табакай мерем мехӯрем таби дилмо моҳияй миёем واه مردک جان خیلی کنی زور میشود ما برای پگه همه چی رو تیار کردگیم بکرم بازی خیلی تیار میشم بریم جان تگردم بهترین میکنی یادر خزانه میریم لبای مرشبه شما خوبه اینجا سلامتیتون خوبه بچه جان زنده باشین بخدا خدمت باور که نپرسین خدمت هم یادتون کرده بودم که میایین شید من انتظارتون میشم نیم ساعت یا ساعت کیره با انتظار میشین بیاین باید تاکسی دیگه بیاین همین تاکسی خدی گفته گشتین تیز بیاین بخدا ما قطعی کلیم تو نه واقع برآمدنی بودیم گفتیم یگونجا سرگشت میریم بخدا بیا یا هوش یک به یک میکنه یک همین اومدن 10-20 minut پیشکی من را گپ زدین که من با سیرتون بفرام مالی خداوند نگهبانتون باشه روی صفحه زنده باشین زنک جان من برم داتا بخیر چیزی که در خونه نمیرسه بنویس همه شما برام خرید کنم بگیرم بیام هم یک اوشکی یک به یک زنک اما اوشکی او روز او چتشون ما بودن کرده بودی که ما باور کن من نمیدونم چی خیلی اوش بود چی دختر بودی در درونی او مزه و لذتی او ایودم نبرم نیسته زنک خیلی جون تا کردم زنک برای بگی بیا مردک آخی نمیگوشم که ما در خونه نیستیم همین خودم موندم هر روز کار همین یک روز استراحتی داریم نمیمونی دم بگیریم خودمون یه جوک بریم آخی هر روز یک شنبه هم جده چی گپ هم جده هر روز کار سرم باید دم بگیره آخی با هم یک روز در خونه با همون روزم باید در خونه کار کنیم آخی زنک دم بگیریم میان میشیم 4 تا صحبت میکنیم خنده شوخی خرسندی خی یکون بگونه نیستن آخی خی زنک جان تا گردم همین یک اوشی یک به یک چیزی که نمیرسه اوشا قاعده‌ای بنویس ما برام خرید کنم بگیرم بیام خیر من یگون چی نمیکنم من یه روز استراحتی میرم در خونه و چم دم میگیرم چیزی میپزم خودت پختم میگی زنک تا خورده من چخیر میپزم نمیپزم شونای چی برای خودت پختم میگی نیچگانه دوستان و تماشاچیان عزیزی من یک نفر تجربه دار یک نفر موفق و کامیاب به شما توصیه میتونم که در شرکت فابریکس ترشید دایرکتور اپای فروغجان و تمام نازکی‌های کار را هر یکی شما را یاد میتم میفهمونه و هر ماه شما هم میتونه رنگ همه اپاجانی ما 15 تا 15 هزار تومان پول به دست بیارین. این اپای ما 1.5-2 سال میشه در شرکت فابریک کار میکنه در همین قدر مدت 401,000 تومانی از جانب شرکت فابریک فایده دیدگی و هر یک شما را انم خیلی نازکی‌های کار را یاد میته و شما را میتونه رنگ همه اپای ما انم خیلی معاشای خوبه در خونه نشسته خونه نابرآمده هر ماه به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست یگان کس التماس نمیکنین یگان کس پول نمیتین دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما را هم 2-3 ساعت وقتتون صرف میکنین در روز و اینم خیلی معاشای خوبه به دست میارین. در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی‌ها داره اپا جان کوی ما 21 روز پس شما معاشاتون را قبول میکنین غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه جانب هم شرکت هم اپای فروغبانو توفا قبول میکنین غیر توفای میگرفتگیتون وقتی که یا مدام کار میکنین دایرکتور شرکت میشین شرکت فابریک 20,000 تومانی شما را توفا میده این چونین وقتی که
یعنی که شما دایرکتور شدین با اپای فروغبانو، یعنی که در سال 2026 هر یک نفری که به هزینه دایرکتوری میرسه، یعنی که چیپتای اگیپت مقصد برای سفر کردن، استراحت کردن شما دا توفه میکنه. برای همه کسا دوستان عزیز واتساپ اپای فروغبانو دا старший директор да бинависен ай номи додарактон Раҷабалӣ Ибронӣ 100% кафолат қатӣ ма 1.5 сол 2 сол мешавад қатӣ ҳам япа мисоли гап ки кор мекунам. Ма барам харид кунам бигирам биём. من یگون چی نمیکنم. من یه روز استراحتی میرم در خونه و چند دم میگیرم. چیزی میپذیرم خودت پختم بگی. هزانک تاقل تخورده من چخیر میپزم. نمیپزم شونای چی برای خودت پختم بگی. میجگانا. میجگانا. حرکت میکنی که در زندگی همدیگر فهمی باشه، جنگ جنجال نباشه، به احترامی به قدری نباشه. آخه رفتار زنه کردی بخیر زیادی ده چپاتش بزنی خوب نمیشه و هیچیش نگوی خوامان خود میره و حیرانیم ده نمیدونی که دیگه خیلی رفتار کنی خطی خیلی زنم. اوچه؟ اوچه؟ لبن ای بیا دخترم بیا بیا. السلام علیکم. السلام علیکم بیا. اوچه جان. سوزه تینگی سوالات یاد سوزه؟ شکر. خودت تو قامدی؟ ایهو ای دفتا قامدی میچه. درو که خنو خورد یخ کردی. درو درو نمیکشی درو. خیلی دخترم خوش آمدی. تو آمدی؟ نه پرسو چه دردی دل کنی اومدم پیشه. تینجی بود. تینجی ای همین روزای دوشنبه تا شنبه در کار خودمون یک روز استراحتی داریم نمیمونم اون که دم بگیریم. زنگ میزنه هر شنبه و یک شنبه و چشم میگو در همه خونه ما یگان بقا کشتیان یگان شتر کشتیان دوی دکده پیر کمپیر میدوان میویان میدمیان نه دم گیریم من میفهمم این عصبان پول ویران شده. گفتم بیام این قاق دوی خود بشنم استراحت کنم بعد خونه برم. ایچون من تماما نرم ای همجا کار برم بیام. ساری هم خونه شان شدن. همونی مونده شدی خواهر؟ اوه که نپرس. کار آسانه کار میرم میام با کاری خونه. عصبم دیگه هیچی را نمی گوش که بردارم. خواهر میگه گپی بسیار خوب ایده. خانه شو اره داره و اره شش پره داره. آخی ای خواهر من حیران میشم. همو اوچه همی شویته همی خشتومانی تو مادره رنگی نمی اوچه ما امورم اوچه های همورم فرزن کلان کرده به یک امید نمیشید که این همی یک روز همو کودک مایده شیر بته و یا هفته که شیر نته یا یک شب علش بگه و یا هفته که علا نته علا نگه همورا شبی دروز روزی دروز خواه ندیده مهنت کرد کلان کرد که امروز فرزندش مادرش را صاحبی کنه تو رفته صاحب شده یکیش بچه او را خیال کردی که تمام هم طاقت حق داری عجویب گپ میزنی شما نه همین شما را من حیران اوچه همی چی نمیرسه این همی اوچه ما هم در وقتش رنگی خودت کلیم بود جوان بود عروسکی نازنین بردنش نه که در کار باری خانه و حولی و آغل و دیگر و گشنه و تشنه در دوره جنگ مهنت کرد خدمت کرد دعا گرفت امروز اینم ما قطعی زن خدمت چه میکنیم دودرم خدمت چه میکنه بچه ها همه جمع میشن میوین تمام شادی و خرسندی را یک جوی میگذرونن همین اگه تو دیگر در همونجا باید که حق داشته باشی و اگه دیگه هیچ که حق نداشته باشه یا ایسوسه تا فکر که خواهری خیلی نمیشه و چه این بسوز بفهمونی خیلی نمیشه این عاقبت نداره خیلی کارو
بچه من اگه میدونستم که ایرا من نمیخوندم من ایرا دانشگاه داخل نمیکردم من ایرا صاحب معلومات و صاحب کار نمیکردم من خیال کردم که دختری من دانشگاه میخونه و صاحب معلومات میشه و با عقل میشه و زندگیش پیش برنده میشه این کار دولت زورش میومده کار خانه زورش میومده در یک خانه که الوهیده زندگی میکنه تنها قطی شوهر شد نه خسروخش تومن شای قطیش بیچورکو در یک ماه در یک دو هفته یکی یهودی پسرشون میکنن مهمانی میبیان برای همه یک پیر و کمپیر پختن خوراک دختری من زور میومده کی من کاری دولت میکنم من باید استراحت کنم من باید یکم کاری خونه نکنم من باید احترامی خسروخش تومن به جا نبیارم من دم گیرم سیر و گشت کنم من اگر میدونستم که این خیلی من تماما به این کاراش راضی نبودم بچه ای اگر خواه که من یک قطره شیر دودگی من بخشم حالم دیر نکرده وقت و ساعت عبید شده میخیزم میره خوراکی نصفی روزی خسروخش تومنش میاندازه نیکی که اگر هم خیلی زقاق و جینگ بین کنه خچه کسلی میکنه خچه بیمار میکنه با هیچ که در کار نمیشه نه با من در کار میشه نه با شوهر در کار میشه با هیچ که در کار نمیشه نیکی که خواه صحت و سلامت باشه و آبروی مرا ایقا تربیه های کردگی مرا پیش پون نکنه میره دعای خسروخش تومنش میگیره همه خونه اوچت نمیگریزن بیا که میفورد بیا صدقه سرت خواهر اوچه جان اکا جان من خطاگی من فهمیدم بخشش اوچه جان میفهمیدم که ناراحت میشه نمیومدم خیلی من شما رو خبرگیری آمدم خیلی حالی هم دیر نشده رجبالی آش گفته بود ممکنه که خسروخش تومنم رسیده باشه میرم آش بچه هم سیل کشه من خودم میگیرم میبرم من ماشین شامدی من خیلی اوچه جان صدقه خدمات من صدقه خواهر میشم نکی خرید نکرد مردک جان بیا مردک جان مخدمه کنم او اصبه یگام کار نکردم من خدمه کنم من خدم کرده ایستم گفتی من نمیکنم اوقات نه من خدم کرده ایستم برای چی اومدی؟ دم نگرفتی خونه شده مردک جان بیرامون من خوش میکنم از من خطا کرد مردک جان من فهمیده خستم رفتم اوچه تو اوچه من هم میشود من نفهمیدم که زبیت دیگه کسا نیسته زبیت ماشین های کردن ستکه پر کرده خونه آمدنه بزرگی زیاد مردک جان حوزی آشی بام مزه میکنم نه فهمیده ای چیزا را ها؟ و فکرم هر جا گوشته ها؟ مادر فهمونده تا؟ نه او با نصیحت توی اوچت آمدی نه او گپ اوچت درک کردی چند بار دیگه در زندگی همی حالتا روح داد اوچت فهم داد نکی گوش نکردی میدونی چی؟ رحمت مادر داد که میفهمیدگی آدم های زندگی دیده آدم های به عقل آدم های که ترا تربیه کرد و راه درست زندگی را نشان داد اگر همی در زندگی همه مادرها به مثل مادر تو میشیدن اینقدر اویله ها پراکنده نمیشیدن اینقدر دخترها در قد کوچه نمیموندن اینقدر زندگی ویران نمیشید اینقدر کودک ها به پدر به مادر کلان نمیشیدن لیکن صد افسوس همه پدر و مادرها فرزنداشون در راه درست تربیه نمیکنن فرزنداشون راه درست زندگی را نشان نمیدن هزار رحمت و چنین مادرایی که فرزندا را در راه درست تربیه میکنن هزار رحمت مؤلفی سенария ва коргардон
раҷабалӣ ибронӣ